بهشت روی زمین واقعیتی حاضره که با این 7 قانون قابل دستیابیه. قانون اول: بر افکارت مسلط شو. اونا دنیای تو رو شکل میدن. سلامتی ذهن سلامتی زندگی رو به وجود میاره. قانون دوم: در همتنیدگی رو تشخیص بده. همه چیز از انرژی و ارتعاشه. به ارتباط درونی همه چیز احترام بذار. قانون سوم: یک پارچگی و عمل. وقتی که یک کار رو انجام بدی در واقع داری همه کارها رو انجام میدی، پس تو هر لحظه استوار و پایدار بمون. قانون چهارم: تعادل، ریتم، سکون. با جریان زندگی همراه شو و آرامش رو در مرکز طوفان که خودت هستی پیدا کن. قانون پنجم: از دوگانگی فراتر برو. معنویت رو در آغوش بگیر. آگاهی وحدت. هیچ جدایی وجود نداره، فقط یگانگی. قانون ششم: علت باش نه معلول. واقعیت زندگی خودت رو خلق کن و نویسنده زندگی خودت باش، نه یه قربانی. قانون هفتم: جنبه‌های مردانه و زنانه خودت رو هماهنگ کن و در فکر، عمل و هستی در تعادل کامل باش. این قوانین رو دنبال کن و شاهد آشکار شدن معجزات، شکوفایی روابط، درخشش سلامتی و جاری شدن فراوانی باش. تو به دنبال بهشت نیستی، تو اونو همینجا در هر نفس، هر انتخاب و هر لحظه خلق میکنی. من محمدم و هدفم اینه با هم به درک عمیق‌تری نسبت به دنیای درون برسیم و خودمون رو رشد بدیم. همراه من باش. ممنونم. دوستتون دارم.